Valla bununla dağını da mehtarlarını alırsan gəlirsən, çarım da taxtırlar 3-0 vaxt çaxır. Bu dağını da şaxba gələn seridir. عرض سلام و ادب دارم خدمت مشتریای خوب مهردانه. امروز اومدیم شهرستان شبستر در خدمت دو تا از مشتریای خوبمون، جناب آقای کریم بالغ و جناب آقای صمد صمدیان هستیم. آقای کریم بالغ و آقای صمدیان هر دور از ما شاکی بودن که آقا این نتایجی که میذارید نتیجه واقعی نیست، ما نمیتونیم این ضرایب و این نتایج رو توی فارممون به صورت واقعی عینی مشاهده کنیم. توی این دوره چند تا تغییرات توی فارمشون خودشون اعمال کردن، حالا با نظرات متخصصین، با نظرات و کمک‌های تیم پشتیبانی ما اعمال کردن و این باعث شده که نتایج نسبت به دوره‌های قبلی بهتر بشه. من نمیخوام زیاد صحبت کنم، وقتتون رو بگیرم و ادامه بحث رو واگذار میکنم به این دو بزرگوار. آقای صمدیان، آقای بالغ، هم خودتون رو معرفی کنید، نزدیک هم وایسید لطفاً. هم خودتون رو معرفی کنید، هم فارمتون چند هزار قطعه‌ای امروز چند روزگی هستش و میانگین وزن چقدره و چه برنامه‌ها و تغییراتی رو توی فارم اعمال کردید که باعث شده این نتایج رو به دست بیارید. بفرمایید. به نام خدا، صمدیان هستم. از سال 90 که مشغول به مرغداری هستیم به همراه های بالغ. در ابتدا تشکر میکنم از تیم قوی مهردانه که امکانات خوبی رو فراهم کردن برای پرورش دهنده که حداقل از بابت دان و کیفیت دان خیالمون راحت باشه. بنده کریم بالغ هستم که مدت 13-14 سال است به شغل مرغداری مشغول هستیم و این مدت 10 سال هستم که از شرکت مهردانه داریم این مصرف میکنیم و دوره‌های قطعا شاکی بودیم که در تبدیل خوبی نمی‌گرفتیم، ولی این دوره در تبدیلمون خوب شده. خدا رو شکر. آقای بالغ، آقای صمدیان، چند هزار قطعه از فارمتون؟ امروز 40 روز است. 40 روز است. چند هزار قطعه است؟ تعداد جوجه روزی 20,000 قطعه. تغییراتی که این دوره توی فارم اعمال کردی مشتریای خوب ما میخوان از شما بشنون. شما خودتون بفرمایید اون تغییرات که توی فارم نسبت به دوره‌های قبل اعمال شده. برنامه واکسیناسیونمون بود که با کمک های دکتر عاطفی نژاد تغییراتی رو اعمال کردن در برنامه واکسیناسیونمون که بسیار نتیجه بخش بودش. یک سری هم مسائل فنی بود که حالا هم آقای دکتر عاطفی نژاد هم آقای دکتر قهرمانیان و کارشناسای مهردانه تذکر دادن که در رابطه با رطوبت دهی، نوع داندهیمون بود، ساعت داندهیمون بود، اعمال خاموشیمون بود که این را اعمال شد و خدا رو شکر نتیجهش خوب شد. وزن هفته اول چقدر بوده بفرمایید؟ وزن هفته اول 200 گرم. 200 گرم. دوره‌های قبل چند گرم بود وزن هفته اول؟ دوره‌های قبلی 170 میگرفتیم، 180 میگرفتیم و دیگه از 180 بیشتر نمیشه. رطوبت هفته اول خیلی مهمه به اضافه تکرار داندهی. بعضی همکاران میان حالا بشقاب رو پر میکنن و روزی مثلا یک بار دو روز یه بار داندهی میکنن. این کار غلطیه. مقدار دونی که باید بدیم کم باشه و تعدادش رو بیشتر کنیم تا جوجه تحریک بشه به دام خوردن و دام توی سالن کهنه نشه، کثیف نشه. یعنی تازه به تازه دون برسه به جوجه و یه با برنامه خاصی که باعث بشه توی هفته اول اون وزن 200 گرم رو حالا کیفیت دانم بغلش تاثیرگذاره حتما. قطعا کیفیت دان که نباشه همه این برنامه‌ها اصلا هیچه. یعنی اول باید کیفیت دان باشه تا اون برنامه‌ها بتونن نتیجه لازم رو بدن. مجددا از شدم تشکر میکنم از تیم قوی مهردانه که همیشه پشتیبان ما بودن. حالا در زمانهای کمبود دان ما احساس کمبود دان نداشتیم، تو بازار میشنویم سویا کمبود، ذرت کمبود و الحمدلله به لطف پشتیبانی قوی شرکت مشکل دان نداشتیم تا الان. بسیار و ان شاءالله که امیدوارم روز به روز همینجور قوی‌تر و با حفظ کیفیت رو به جلو باشه، یعنی با جذب مشتری بیشتر کیفیتش رو
مثل سایر شرکت‌ها کمتر نکنه ان حتما که اینطور خواهد بود. سپاسگزارم از محبت ممنونم. شما، خسته از نباشید. وقتی که به بنده مرسی. اختصاص دادید. تشکر. جناب آقای بالغ، شما اگر موردی هست، نکته آخری هست؟ عالی بود. اون واقعا کیفیتش عالیه. سپاسگزارم. استفاده خواهیم کرد، دوره های هم نتیجه خوبی خواهیم گرفت. سپاسگزارم. سلامت باشید.